آب بودش. اینطوری نمیشه. بعد تو شده بروید و دوست دختر واسه خودم پیدا کنم. این صورتم یه آب بذارم. اوکی، حالا بهتر شد. دافولی چطوری؟ دوست دخترم میسی؟ عقب مونده رو نگاه. من چرا فقیره؟ بعد از اون اتفاق دردناک آریامان داشت با خودش فکر میکرد که چطوری میتونه ریچ بشه، تا اینکه یه فکری میزنه به سرش. درسته، ویلیج بهترین جا واسه ریچ شدن. تنها کاری که باید بکنی اینه که یه دونه استرینگ فارم بسازی و کل اون استرینگ فارما رو بکنی تو پاچه ویلیجرها. فقط کافیه این چیزو بذاری و این استرینگ رو شیرز کنی تا اینکه زرد متوجه بشی که تو 1.21.4 دیگه خبری از استرینگ دوپر نیست. پس ما چطوری قرار این همه امرالد رو توی کمترین زمان ممکن به دست بیاریم؟ 100% قرار کار خیلی خیلی سختی باشه تا اینکه روشش رو بلده باشه. من اینجا هستم که روش به دست آورده این همه امرالد رو بهت یاد بدم توی 3 روش. در روش اول شما یه کارتوگرافر نیاز داری که گلس ازت بخره، گلس پین، و یه دونه لایبریان که گلس بهت بفروشه. حالا کافیه که اوکی، ما به اینو کاری نداریم. کافیه که بیایید و ویلیجرتون رو زامبی کنید. همطوری که میبینید اون زامبی منتظره که تقه بزن. بعدش میای یه ویکنس بهش میزنی، یه دونه گلدن اپل میلامونی بهش و منتظر میمونی. یه ذره بیشتر منتظر میمونیم. آدم شد. خوش اومدی به گلس گالری ما. اینجا ما انواع مختلف گلس پین رو داریم با انواع رنگ مختلف، مدل بالا، مدل پایین. ولی تو بگو تو اینجا مشتری هستی، چی نیاز داری؟ گلس بدون رنگ 0. فکر کنم دارمش. مثل به کریم یه زنگ بزنم. کریم شنبولم رد میکنه. سلام کریم، میگم گلس پین 0 بدون رنگ داری؟ ای بابا کریم، بابا پولشو میدم، مشتری منتظره، یه قیمت بده. چی؟ 420. خیلی خوب باشید، نمید کن. خب قیمتش 460. تخفیف 459. خیلی بیاده. در هر صورت این روشیه که شما نیاز به امرالدهای زیادی دارید که شروعش کنید، چون باید این ویلیجر رو به یه لولی برسونید که بهتون گلس بفروشه، اونم شانسیه، و این ویلیجر رو هم به لولی برسونید که گلس پین بخره ازت. پس شما کاری که میکنید یه ویلیجر دارید که گلس بهتون میفروشه، گلس ها رو میخرید، و چون ما این ویلیجر کارتوگرافرمون رو درمان کردیم، گلس پین ها رو از ما ارزون تر میگیره. پس ما با تبدیل کردن اون گلس ها به گلس پین رسما میتونیم گلس یه سودی ببریم، اونم فقط 4 تا امرالد. خب ببینید اگه الان نزدیک شب نبودش، الان اینا تریدشون رو 2 بار ریست میکردن، پس ما 8 تا امرالد میتونیم به دست بیاریم. حالا در صورت این روشیه که توی اند گیم استفاده میشه و زیاد حالا بهش
واسه ببینم آه واسه ببینم چیکار کردی باش؟ نه این بود از اولین روش و آخرین روشی که شما باید برید سراغش، روش گلس پین. خب رسیدی به روش دوممون، روش تریپ وایر دوپر. همونطوری که میبینید این یه تریپ وایر دوپر هستش که واسه تو تریپ وایر ها رو دوپ میکنه. این روش جایگزین استریم دوپر هستش که پچ شده و شما الان میتونید تریپ وایر دوپ کنید و چند نوع مختلفش داره. این اتوماتشه و ما یه نوع دیگرش هم داریم که غیر اتوماته، یعنی دستی کار میکنه. این نوع غیر اتوماتش هستش که من الان ستاپش هم بهتون نشون میدم. ستاپ خیلی ساده ای داره، ترتیب خاصی هم نداره و همینطوری که شما دارید این ویدیو رو میبینید میتونید واسه خودتون یه دو بسازید. روش کارش هم به اندازه ساختنش ساده است. همین میرید توی اینجا وای میسید و شروع کنید به کلیک کردن یا نگه داشتن کلیک. همونطوری که میبینید واسه خودش دوپ میکنه و همچنین شما میتونید بیرون آبم وایسید، ولی خب اگه بیرون آب وایسید اینایی که میبینید اون گوشه میره گیر میکنه، هم بهتر که توی آب وایسید. حالا بریم سراغ سریع‌تر کردن کارمون که شما کافیه توش دکمه ماوستون رو با دکمه کیبوردتون عوض کنید. دکمه کیبوردتون که نگه میدارید همونطوری به صورت عادی کار میکنه، ولی اگه میخواید سریع‌تر بشه باید همزمان دکمه چپ ماوستون رو هم نگه دارید که خراب کنه تریپ وایر رو. اگه نمیدونید تریپ وایر با یه دونه ضرب خراب میشه و اگه ما این کار رو درست انجام بدیم همونطور که میبینید به صورت خیلی سریع واسه ما تریپ وایر رو دوپ میکنه. و مشکلی که فقط داره اینه که در آهنی که اینجا هستش خراب میشه اگه زیاد نگه دارید و زیاد مشکلی نداره. کاری که میخوام بکنم اینه که روی در کلیک کنم که تایمینگش ریست بشه، خراب شدنش، پیکسلاش ریست بشه، ولی خب میدونید که نمیشه. ولی خب اگر نمیدونید این در که همین الان خراب میشه، همین الان خراب میشه، بنگ دراب میشه، حتی اگه با دست بکنید. پس با این اوضاع شما خیلی راحت میتونید برید توی آب وایسید و چرا این پتیار دوپلیکیت شده؟ اوکی بگذاریم. بعد از اینکه تریوارا رو دوپلیکیت کردید میتونید برید یه نوع فلچر رو به لول آخر برسونید و این تریوارا رو بهشون بفروشید. البته خب اگه بخواید فقط با امرالد این ویلیجرمون رو به ترید آخرش برسونید نیاز به این مقدار امرالد دارید که خب مقدار زیادیه، ولی در صورت آخر سر میتونید این تریوارا رو بهشون بفروشید. کلا میشه 24 تا امرالد در روز از یه دونه فلچر که خب مقدار خوبیه و اینکه شما میتونید از این روش کلی امرالد به جیب بزنید. فقط یه مشکلی داره، این روش توی یه سری از سرورها کار نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه سری سرورها هستن که اصلا دوپ نمیکنن تریوار رو، نه اتوماتش نه غیر اتوماتش، کلا نمیشه دوپش کرد و فکر کنم این تنها مشکلیه که این فارم داره و اینکه هیچ کاری هم نمیشه بابتش کرد. مشکل از خود سرور هستش، شما هیچ کاری از پستون بر نمیاد مگر اینکه برید به اونر سرور بگید یه کاری بابتش انجام بده و سرور رو فیکس بده. به عنوان مثال تو سرور رفیقم من داشتم یه دونه فارم تریپ وایر غیر اتومات میساختم. قبلش اتومات رو ساخته بودم کار نکرد، با خودم گفتم که شاید غیر اتوماتش کار بکنه و کل این کارا رو انجام دادم تا آخرش گوز بشه همش بره رو هوا. خاطر همین مشکل هستش که من این روش رو به عنوان روش دوم قرار میدم. با این حال روش خوبیه توی سینگل پلیر همیشه کار میکنه ولی سرورها فرق میکنه. اگه توی سرور نمیشد ازش استفاده کرد که خب متاسفانه کاری نمیشه کرد. معرفی میکنم بهترین فارم واسه به دست آوردن امرالد، فارمی که بیشترین اکسپی رو تو بازی بهت میده، در حدی که هر کدوم از آیتماتو 15 بار اینچنت کنی. این فارم چیزی نیست جز فارم پامکین و ملون. جدی میگم. برای شروع کار شما کافیه که یه ویلیجر داشته باشید، ویلیجر فارمر که درمان شده باشه و ازتون پامکین و ملون بخره.
از اونجایی که در مورد شده قیمتش یه دونه است، یعنی به ازای یه پامکین یا یه ملون یه دونه امرالد که این میشه 24 تا امرالد به ازای هر ترید که اگر ما بذاریم تریدش رو ریست کنه میتونیم 48 تا امرالد از یه دونه ویلیجر در روز به دست بیاریم که فوق‌العاده است. از این طرف اگر ما پامکین یا ملونمون کم بیاد فقط کافیه که یه دونه عکس با افیشنسی وی داشته باشیم تا بتونیم به همین سرعت پامکین و ملونا رو با یک ضرب بکنیم. فکر کنم یه سوتی داده. بله شما کافیه که یه دونه افیشنسی وی و سیرک تاچ داشته باشید تا بتونیم ملون ها رو با یه ضرب بکنیم. خب حالا مطمئنم ویلیجر تریداش ریست عجب. فکر کنم ریست ایول. خیلی خوب. همونطوری که ببینید ما تونستیم در یک روز از یه دونه ویلیجر فقط یه دونه 48 امرالد در بیاریم. به علاوه اون کلی هم XP به ما داد. در حد 3 تا لول به ما XP رسون. تازه شما میتونید ازش 36 سو هم بگیرید که امکان داره سچوریشن باشه. پس تو یه دونه هیتمن بودی پتیاره. خلاصه این بودش از 3 تا بهترین روش های به دست آوردن امرالد. حالا که ریچ شدم جاتون خالی، رفتم از ساقه مل یه دونه اسمشو نمیگم بهتون ولی مثل اینکه واقعا نابه